سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز چهارشنبه 25 فوریه من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند محمد شریف سیدعلیف جوانی 30 ساله از ناحیه باختر در جنگ سوریه کشته شده است. مقامات درباره هلاکت پسر به خانواده این جوان خبر دادند، ولی در کجا و چگونه جان دادن او معلوم نیست. همسر محمد شریف سیدعلیف که با 2 فرزندش در سوریه قرار دارد این خبر را ضمن صحبت تلفنی تصدیق کرده است. خواهر محمد شریف سیدعلیف درباره چگونه به سوریه رفتن برادرش به رادیوی آزادی چنین گفت: فهمید عمرم و چجان دیگر نمیرم برای خونه را سوز کردن. گفت نمود خونه او سایدارش همش بومش میچکه اوغلاش گشتگی تپخونه ایده بدتر نه کوخنی داره نه چی. گفت میرم امی سال دیگه نمیرم. امی رفتگیش های مسکو همون تبور دانش نمیدونم یورا که راه میزنه که چی کار میکنه. از این پیشتر مقامات ناحیه باختر خبر دادند که تنها از همین ناحیه 3 جوان در جنگ‌های سوریه و عراق کشته شدند. در اظهارات رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت به زودی احتمال دستیابی به یک سازش بر سر بحث‌های هسته‌ای با ایران وجود دارد. این زمان فدریکا موگرینی تاکید کرده است که هر دو جانب بحث باید در آستانه دور نو مذاکرات در ژنو برای رفع اختلاف‌ها اراده سیاسی را به نمایش گذارند و این امکانیت نباید از دست رود. روز 23 فوریه مذاکره کنندگان اطراف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتند که در پایان 2 روز گفتگوهای دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی پیشرفت حاصل شده است، ولی همانا کار زیادی در پیش است. مذاکرات نوبتی روز 2 مارس ادامه می‌کند. شارح رادیوی فردا هانا کاویانی اخیراً از ژنو برگشت که شاهد مذاکرات بوده است. هانا سلام، فکر می‌کنید بعد 12 سال بحث و بررسی‌ها درباره حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته این بحران واقعا هم به زودی پایان می‌یابد؟ به هر حال شواهدی که ما در حال حاضر می‌بینیم در این دور تازه‌ای از مذاکرات که از حدود 1 سال خورده پیش آغاز شده، به نظر میاد ایران و 6 قدرت جهانی به مرحله‌ای از گفتگوهاشون رسیدند که آمادند از برخی مواضعشون شاید کوتاه بیان و شاید بتونن همونطور که گفتید بعد از 12 سال بیشتر به یک توافقی دست پیدا بکنند که پایانی باشه بر این مناقشه. در دور اخیر که در ژنو ما شاهدش بودیم به نظر میاد که اختلافات طرفین کمتر شده و نظرها به یکدیگر نزدیکتر. باید دید که تا فروردین ماه که اولین مهلتشون برای دستیابی به توافق هست چگونه ادامه خواهند داد راهو و شاید بتونن که به یک توافق دست پیدا کنند. در بحثی که در مرحله فعلی جریان دارد مشکل چی است؟ ایران و 5+1 کلاً پشت درهای بسته مذاکره می‌کنند و ما جزئیات بسیار کمی درباره اون چیزی که پشت درهای بسته اتفاق میفته میدونیم. اما مشخص هست که ایران و 5+1 بر سر چه موضوعی مذاکره می‌کنند. اینکه جامعه جهانی میخواد از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که میگه صلح‌آمیز مطمئن بشه و از سوی دیگه ایران میخواد تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل این برنامه بر این کشور اعمال شده رفع بشه. این مسئله کلی هست که هر کدومش جزئیات بسیار زیادی داره، از جمله دامنه غنیسازی اورانیوم در ایران، تعداد سانتریفیوژهایی که میتونن فعال باشند، بازه زمانی که اینها توافق خواهند کرد. امروز صحبت از توافقی 10 تا 15 ساله است. یا از سوی دیگه تحریم ها چگونه اول تعلیق بشن و بعد رفع بشن. در نتیجه جزئیات بسیار زیادی هست که میگن اگر که بخوان توافق بکنند باید بر سر همه این جزئیات توافق نظر داشته باشند. میگن که بدون توافق بر سر همه موضوعات هیچ توافقی شکل نخواهد گرفت. و افکار عموم در جامعه ایران در این زمینه چی میگوید؟ مردم عادی آیا از این وضع، از تحریم ها، از محدودیت هایی که حکومت برایشان با این سرسختی هایش ایجاد کرده است خسته نشدند؟ اون چیزی که ما میشنویم از خصوصا شنوندگان رادیو فردا که پیام میذارن برای ما از ایران،
مشخص هست که به هر حال یک روند فرسایشی پیدا کرده. شاید در ماه‌های اولی که این دور تازه مذاکرات در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی آغاز شده بود، کمی شور و هیجان و انتظارات بیشتر بود و مردم منتظر بودند که این به یک نتیجه برسه. اما هرچه طولانی تر شد این روند، خصوصا در آذر ماه قرار بود طرفین توافق بکنند، موفق نشدند، تمدید 7 ماهه‌ای کردند. در نتیجه هر چقدر این زمان بیشتر پی گرفته میشه، مذاکرات طولانی تر میشه، مردم مسلماً تأثیری که بر زندگیشون میذاره و فشار اقتصادی که وجود داره خسته‌شون میکنه. اما میدونیم در عین حال که بسیاری از مردم منتظرند، خصوصا در دورانی که مذاکرات برگزار میشه ما پیام‌هایی که دریافت میکنیم مشخص هست که مردم بسیار منتظرند تا در نهایت این مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که شاید بتونه کمک بکنه به روند زندگیشون، خصوصا از لحاظ اقتصادی در ایران. تشکر. شارح رادیو فردا هانا کاویانی به سوال‌های ما پاسخ داد. در انتخابات پارلمانی روز 1 مارس بیش از 200,000 جوان برای بار اول در انتخابات رای خواهند داد. در میان آنها دانشجویان زیادند که ضمناً در آستانه انتخابات از نیروی آنها در تبلیغ برنامه‌های خود حزب‌های سیاسی زیاد استفاده کردند. اخیراً یک مراجعتنامه دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان با پشتیبانی از حزب حاکم خلقی دموکراتی پخش شد که دعوت می‌کند از سیاست حکومت پشتیبانی شود. ولی مشاهده‌ها نشان می‌دهد که از اسم دانشجویان مکتب‌های عالی از جمله در ختلان و سوخت برای مبارزه با رقیبان سیاسی گاه سوء استفاده شده است. برای راهیابی به پارلمان عبارت از 63 کرسی تاجیکستان 8 حزب سیاسی مبارزه می‌برند. در دوشنبه مسائل بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان در نشست با تشبث شورای مشورتی نزد پرزیدنت بررسی شده است. سال جاری قانون درباره حمایت و دستگیری دولتی صاحبکاری و برنامه نوبتی دستگیری دولتی صاحبکاری برای سالهای 2015-2017 قبول شده بود. تمایل جلب سرمایه‌گذاری‌ها بالا رفته ایستاده است که این از این نشانه باز هم بهتر و خوبتر گردیدن فضای سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان است و امروز شما ببینید که یعنی که شرکت‌های بزرگ جهانی و هم برندهای با نفوذ جهانی با جمهوری تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده ایستادند. بانک جهانی تاجیکستان را در صف کشورهای جا داده است که در سمت پیشبرد صاحبکاری دست به اصلاحات زدند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان سکرته تاجیکستان در نخستین بازیش در سبقت گروهی جام افک از تیم عراقی اربیل با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی امروز در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. با وجود آن که هوا در پایتخت تاجیکستان سرد و برفی بود، بیش از 5000 مخلص برای تماشای این بازی به ورزشگاه رفته بودند. در دقیقه 35 بازی احمد محمد حسین بازیگر اربیل توپ را با سرش به دروازه استقلال روانه کرده حساب را کشاد. در قسم دوم بازی در دقیقه 61 گل فتح الله حساب را برابر کرد، ولی بعد از این در دقیقه های 66 و 78 بازی عراقی ها 2 گل غالب خود را زدند. حالا استقلال باز در چهارچوب بازی های گروهی 5 بازی دیگر با تیم های القدسیه کویت، اربیل عراق و اهل ترکمنستان انجام می‌دهد. و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیو آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.